با شما میگم جانتن من کجاست؟ چه از ما میپرسی؟ مگه تو طبیله نیست؟ چرا همونجاست. بیا برو ببین میتونی شیرشو بدوشی؟ چی شد پس؟ از من مفبرتون میاد؟ سلمان جان میگم دوشیدی و نشد زود ناامید بشی میخوای مقدار تلاش کن. وحید جان حیوان نره مادی. سلمان جاناتان مگه نر نبود؟ راست میگه ها، صداش که خیلی بم بود، زیاد چای مادا نبود. به خاطر اینکه گاو بود خانم محترم. میخوای سرانتیون برات بخونه؟ شیری خانم شما به اینا بگو جانتان نر بود یا ماده؟ والا من زیاد نگاه جنسیتی ندارم. واقعا اصلا چه فرقی میکنه آقا سلمان؟ مهم اینه که سالم باشه که خدا رو شکر هست. چرا اینطوری به من برخورد میکنید؟ میخواد من دیوونه بشم آره؟ آقا رجب شما چرا این ظرف با خودت آوردی؟ شیر بگیرم. رحمت بر پدرت. الان جانتان نر بود یا ماده؟ نر بود.